کارگردان شناخته تئاتر تاجیک، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، شفقت خلیلزاده یا خلیلوف شام 15 مای سال 2023 در سن 67 از یک بیماری نابهنگام از عالم چشم پوشید. کمال سیفالدین زاده خبر داد که مراسم وداع با کارگردان معروف صبح 16 مای تا ساعت 12 در گذرگاه سیم کوچه به نام غفورов شهر دوشنبه دایر می شود. گفته می شود کارگردان شناخته را در آرامگاه سر آسیا به خاک می سپارند. 100 نفر از همکاران و مخلصان هنر شفقت خلیلوف، همچنین وزارت فرهنگ تئاتر سمرقند، گروه اوستا از مرگ او اظهار اندوه و به نزدیکانش اظهار همدردی کردند. تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در فیسبوک مرثیه پرسوزی را نشر کرد. دوستان عزیز، از خبر مدهشی که به ما رسید دل می شکند. شخص برجسته که تجسم تمام یک دوران حیات تئاتر کشور بود از ما رفت. امروز هنرپیشه خلقی تاجیکستان شفقت محمدویچ خلیلزاده از این دنیا رفت. درباره خدمت‌های استاد در ساحه فرهنگ جمهوری به آخر سخن گفتن ممکن است، اما در این لحظه برای همه ما مشکل پیدا کردن سخن درست آسان است. تنها همین قدر گفتن می توانیم که ما در این روز در کنار همه خویش و تبار و یار و دوستانش هستیم. الله به این غم و اندوه تحمل عطا کند. ما با شما هم دردیم. درباره علت مرگ شفقت خلیلزاده اطلاعی در دست نیست. همگی چند هفته پیش او در جشنواره جمهوری تئاتر پرستو اشتراک داشت و سالم و بردم به نظر می رسید و به گفته همکسبانش چون همیشه پر از انرژی بود و در سر چندین نقشه هنری داشت. شفقت خلیلزاده 26 دکبر سال 1956 در خانواده هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرپیشه شناخته تئاتر و کینو محمد جان خلیلوف به دنیا آمده. سال 1978 دانشکده صنعت به نام میرزا ترسونزاده و سال 1985 دانشکده دولتی تئاتر، موسیقی و کینماتوگرافی شهر لنینگراد را ختم کرده بود. شفقت خلیلزاده سالهای طولانی به حیث کارگردان و سرکارگردان در تئاتر دولتی موسیقی مزکوی به نام عطا محمد جانوف شهر باختر، تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، تئاتر مسکوی موسیقی سمرقند به نام حامد عالمجان، تئاتر لختک دوشنبه و تئاتر دولتی جوانان به نام واحدوف کار کرده. سالهای آخر سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. از شفقت خلیلوف نمایشنامه‌های چون لیلة القدر اکبروف، اولیا و آسی، ماجرای آبفروش، توی بیادم، فریاد عشق، نیرنگ‌های میسره و ده‌ها دیگر به یادگار ماند. آخرین نمایش‌هایی که او در تئاتر اپرا و بالت به صحنه گذاشت اپرای رودکی از آهنگساز شراف‌الدین سیف‌الدینوف بود.